امجم سرشید مرده. سلام تماشاچیان عزیز، امروز دویم قسمی همون سوال‌های با خواهش شما گفتین که سوال‌های بلاگ را جواب دادی، سوال‌های تماشاچیان جواب ده ما در сообщество وای کرده بودیم نوشتیم که 30 سوال را جواب میدیم. همگی میدونید چند سوال 132 سوال بود. اگر من 132 سوال تیم و فیلم یا 7 روز در کار ایده که من ویدیو پردم برای من همون 30 سوال جواب میدیم. 30 سوال ده خیلی باید ممکن زیادتر شود. کوتاه جواب میتونده. آزی میگذاریم جواب تی سوالو ده. سوالی نیاگارا، اکاونتی نیاگارا. سوال شما اینترنت مانده نمیشوید و وقتی شما رو بسیار نمیگیرد، شما از عهده کاربر خانه، کودک و پخت‌وپز و غیره به آسیانی میبرید و یگان یاردمچی دارید یا نه؟ جواب سوال اینترنت مانده میشم. من بسیار افیر دارم، با مثلا در گروپ ها گپ میزنم، در وایبر، در فیسبوک، چند طرفه در اینترنت من مانده میشم. لیکن این کاری مشت اگه اینترنت مثلا خیلی کاری آدم که ساعت 8 میره ساعت 5 میبیا کاری من همین اینترنت های مثلا برای همین من اینترنت مانده میشم. شما از دای کاربر خانه، کودک و پخت‌وپز و غیره به آسانی میبرید و یگان یاردمچی دارید. من یاردمچی دارم برای کاربر خانه. подписчикои که همه وقت ولاگ تماشا کنن یا که در افیر هستن میدونن سحر میبیا همه کارمون یاردم میکنن. پخت‌وپز من خودم خیلی بسیار خودم پخت‌وپز میکنم و یا پخت‌وپز نمیکنن. انا بعد برای کودک شما میدونی که کودک نیانکه داره و فقط نیانکه داره. سحر میره ساعت 6 7 میبیوریم چه برای همین برای اینترنت پیش بردن ما یگان خیلی چی مانعه کارهای خانه نیستن، برای کارها را میکنن. ایجاد شکران یا ربی شکران. سلام اپای خواهد از شما خواهش دارم که دائما کرتا و روی مال پوشید. سوال من در جواب تین که دیگه لباسی اروپایی نمیپوشید نقض میشه. شکران سوال من در نداده خواهش کرده میگه سوال من در جواب تین. مایا سوال داده شما از کسی زود میرنجید و کسی که شما رو خفه میکند بخشیدنتون آسان یا دشوار؟ من زود نمیرنجم. من مثلا بگه که نمیشی دف شد تو دست در ویدیو یگان چرا من نمیرنجم و بشه وقتی که شخصیت در برسه من میرنجم نه که من زود میبخشم. برای همین میتونه که خفه کنه خیلی میبخشیدم من. سلام اپا جان، شوهرت از کجا و خوشتومن نداری؟ زنی هیور داری؟ بخشش دیاب وی اس اکس سوال داده. شوهرم از ناحیه جلالدین بلخیش ده گیازی ایجاد ما دو تا اپراتور دارم ده یا تو سیمچکا خورده است یا تا کامیرا کیسه کالخوزآباد پیشتره. شوهری من ای همونجا میشوم. خوشتومن من ندارم. خوشتومنی من جوان وفات کرده. زنی هیور من دارم 5 تا زنی هیور دارم. 5 تا زنی هیور همشون صاحبی مثلا فرزند نبیره و همه به زندگی خود. گلنوره حسنова ترمکی را خبرگیری میروین هر دفعه با گرمانیا میوین یا نه گرمانیا چی با اومدیم؟ گرمانیا چی اومدیم گفته ترما ما اکم خبرگیری میرم یورو بزرگ میر گرمانیا ما برای زندگی نمیرم. ممکن که تماشا خانه خیش تبار مهمونی خانه подписчикон روان. انا امین میرزایف سوال داده. امین میرزایف سوال من همین که شما اینقدر مهمان و خریدکنی دارید، شما در کجا کار میکنید؟ اینقدر از خودتون کلان بخشش پیشکی یکی خفه نشوین. نه امین ما خفه نمیشویم. راست خودی ما او کلان هم نیست. فکر میکنم برای که ممکن ما خریدیم ما رو میبینیم میگه راست خود کلانه اویله ما کلانه. وقتی که اویله ما 8 نفره با مثلا جانوی ما جانوی رامونالی اونجا خود ما 15 نفریم. وقتی خرید میکنیم در نظرش ما کلان میتوه. این اویله کلانه خریدش به خودش مناسبه. رسخودای ما ای کجان بسیارتر از خودی ما 30% ای یوتیوب ای رکلام ای افیرو مثال پیش میبریم ای خودی ویدیو را تماشا میکردگیشون ای همه حسابه. 30% دیگرش ای زمینداری
یعنی که ما داریم یک زمین که در اونجا تربوز، گندم، هم خیلی چیزو مثلا وای میکنن، همجا میکارن، زمین ها در ایجارن. با یک قسم دیگرش ما داریم ای طرفی که منیجا سالن کشودگی، یک وقت شده با یک سالن دیگه برای ما کشوده بود که مثلا همجا بیزنس ها پیش بردن گیریم. خلاصه هم خیلی کارو هم میکنیم کم کم تا یوتیوب نیست از خودمون. در یگان جا کاری دولتی ما نمیکنیم. این زمان ای اومدگیمون راستی گپ در جستجوی کارم نبودیم. کухня آسیا سوال داده. السلام علیکم. سوال من طعام دوست داشته ای شما؟ با فکرم طعام دوست داشته من همین آش پهلوی، سر، سبزی بالاش، همین خیلی روغنی، تخمکا، سالاد، آش پهلو طعام دوست داشته من. انا که دنیای رنگینی کودکان. سلام اپا خاصیت. برای در دنیای اینترنت زیاد شدن هنرهای زنانه با زبان مادری خودمان به فکر شما چی نمیرسد یا چی باید کرد که با زبان تاجیکی مثل دیگر زبانها هر چیزی که لازم باید یافت؟ سوالی نه. حاضر ماده بسیار چی نمیرسه. مثلا در برای تربیت کودک، مثلا یگون کس کودک معده داشته باشه نشون یا مثلا چخیل نگاه بین کردن در کار کودک، چخیل 5% درست میپشونن، چخیل مثلا پیش خو چی گونه مثلا شامپونایی که خو میکنن اسپاکایش چی نام دارن یا شامپون بالزام همو چیزا قطعی میشورن کودک خو بره طرزی چخیل درست کودک خو کنی که و هم مجبوری خو رای نکنی. اون من در برای چی خیلی همی مناسبت مادر نسبت کودک غمخوری همی او خود رسیش نیست. بعد با درباره زیبایی زنا کانال ندارن، کانالی تاجیکی در همین موضوع نیست. مثلا بدونی که دستات چی شاخ میکنه، چی قطعی به تاجیکی چی گونه مثلا کرم استفاده بری، هم کرم شب بگه مثال هم بگه که وای خلق قطعی چخیل مثال همو دست ملوی میشه و این کرموی چخیلی را پیشنهاد میکنه. مثلا یگون جوان زنی باشه که هر نمود کاسمتیکو را نشون چه که کدامش استفاده بره، کدامش خوبه، تست بگذرانه. در من برای یک آدم گفتم و گفت قدر کاسمتیکا یک جو میخرم و کاسمتیکا میکردم گفتم قدر کاسمتیک تا یه روزی که وایش تمام میشه با اثر میکنی. این هست در برای معرفت زنها بلند برداشتن. ما نقشه داریم هم خیلی برنامه کنیم خود دست ما نمیرسه از این دسته سرکاری را بسیارتر همین موضوع ها با میگم که ولاگو به حد بسیار شدگیان این چیزای بیکار خوجگیه، این چیزایی که هیچ کدر در کار نیست. امروز ولاگ تماشا میکنن چی شد در خانه ما تمام گذشت رفت، نه که نگاه بینی دست نگاه بینی پوست چند مرتبه تماشا میکنن رنگ ریسپت. برای همین انا خیلی کانال در کار کانال‌های دوزندگی هم نقض بسیار شدن. مثلا آدم‌ها یاد میگیرن همین سال همین کانال‌های دوزندگی پیدا شدن بسیار. بعد با چی کانال هست خیلی پخت پز نمیگم این جور تمام دنیا در به زبان هم ریسپت نشون میده که چی اندازی. با زبان تاجیکی مثلا طرزی لباس اتوکنی را مثلا کرتا چه اتوک میکنم من باوردم که همه کرتا مردکورا که کار میرن خشرو اتوک کردن نمیتونم. برای چند بار مده نویستگیم مثلا هم خیلی چیزا را پیش بردن ممکنه. مصلحت مثل پسیخولوژیا بسیار چیزا هسته. سوال دیگه اپا خصوصیت خوشتومن داره نکه رحمانالی چند داده اپا داره گلناره گفته خوشتومن ندارم. خوشتومن ما جوان وفات کردگی رحمانالی دوایلشون 10 نفرن. رحمانالی 4 اپا و 5 تا اکا داشته که حاضی 2 تا اپاش وشدن وفات کردن بیمار بدن. حاضی 2 اپا دارن و 5 та ака. Нисо Акрам, я хочу сказать, что я вас люблю, вы лучшая. Нисо Рахмати Калон, барой к тому, что мекнет, дастгири мекнет. Анакн, просто странник савол дода. Салом, саволи ман чунин аст. Шумо ба қавли ҷаҳон гаштаен, зиндагӣ дар ватан чӣ гуна аст? Агар хона ва шаҳрвандии дигар давлатро медоштен, барои зиндагӣ бармегаштен дубора ба ватан. Медонам ғарибӣ сахт аст, аммо нафароне ки дур аз ватан зиндагӣ доранд, барояшон сахт аст баргаштан ба ватан. فکر شما و شوهرتون فکر خود شخصی ما میگم اگر خانه می داشته گفته در دیگر دولت و شهروندی می داشته با بر می گشته به تاجیکستان مثلا در امو آلمان وقت زندگی میکنی خانه میتیان تا به سرپناه نمیمونند تا یکی برمی نگاه نکرده ما برگشتیم به وطن
با مقصد اساسی ما به نزد مادرمون به نزد خش تبارمون و ما نتونستم مثل زندگی کرده بسیار در خارجه به حد وایده دوری زیق میشین ای دوستا را نمیبینی زک کادرم شیشتگیان برای همین من همین 3 سال زیادتر همین طاقت کردم و اینا برگشتم در وطن. اگر کار باشه همه چی مثلا شرایطی نقص باشه فکر میکنم که همه برمیگردم به وطن. من میدونم آدمایی که میلیونرن در خارج کشور زندگی میکنن هیچ امکانیتی برگشتن ندارن با یگان فعالیت سیاسی چون همین مانع شدگی و یا مثال هم میخوام برگردن اوجه وایده نه پول در کارای نه همو خونه نه همو در فقط اومده میگه هم یه بار وطن بیایم تموم. سیکرت اپا خودت کدام خاراکتر شما به معقول نیست و کدامش معقول. کدام خاراکتر ما در معقول نیست ما در بسیاری میگن همین خاراکتر که ما سراسیمه‌ایم. ما هم خودم سراسیمه که در رو میتونم که یگان چی را خودم پردومت کنم یگان چی در روزی شام مثلا یگان پیشنهادم خیلی ما سراسیمه ما سراز فکر نمیکنم در باید 5 منوت میگذارم یگان چی ما همین مثال یا همین کار کردم یا که همین مثال همین گپ گرفتم یا که همین کار کردنیم هم خیلی سراسیمگی خصلتی که ما در معقول نیست. کدامش معقوله نمیدونم کدام خاراکتر معقوله خیر می خاراکتری که بکنه ها ما آدمو در کار میکنم 5 منوت با در آشتی میکنم خیلی خاراکتر ما هم خیلی. سوال ما چنین است سومای مسلمان که اگر و شوهر شما فکری گرفتن زن دوم کنه شما چی میگین روزی میشوین یا نه؟ در افیر همین موضوع را ما گفته بودیم در کانال پرسته خزای که پرسته ریسپت پر را ما در همین سوال جواب دادگیم. بعضی جواب میتونم که نیم مزید نیستم مرحمت یا اوله دیگه بنیاد میشوه نسل زیاد میشوه و ما پیشنهاد داد این پیشنهاد چند بار در امانالی کردیم نمیدونم من سال 2009 و فکرم در امانالی میگه نه ما اولی زن نمیگیرم. چه اولی؟ ما حالی زن نمیگیرم حالی نمیگرفتم ما که حالی بگی آخه. احمد جان سوال ندارم اپی خاصیت به شما پیشروی زیاد خواهانم همیشه خوش و خرسند باشین هیچ وقت اصلا غمگینی رو نبینین. احمد جان احمد خان رحمت کلام زیلیا گود میکم سوال ندارم خوشبختی تمنا میکرده رحمت پیشروی کانال شما دم. سلام اپا سال تولد فرزندای دوستوریه کتانم میگفتید هر 6 شانه سال تولدی فرامرز 2004 6 فوریه بعد 3 سال دیلافروز ماشه نوبهار یعنی که 2007 سال 11 ایول بعد 4 سال دیلافروز 2011 11 مارت بعد 2 سال شرف 2013 11 اپریل بعد 2013 بعد 4 سال اسفندیار سال 2017 20 ایون و بعد 2 سالش با این روشن سال 2019 8 اوگوست. وستاچنه کухня مرا سوال داده سلام اپی خودت سوالی من روزی فراموش نشونده شما فهمیدین روزی فراموش نشونده ما در او ویدیو ما شما گفته بودم که روزی فراموش نشونده ما کدومه. روزی فراموش نشونده ما حاضی همون روزی است که من آمدم دوباره به وطن به تاجیکستان. نه که در حیات آدم من فکر میکنم که روزی فراموش نشونده تنها روزی خوشبختی نیست روزی دیگه خوش نبود روزی بدبختی هم هست هم خیلی درست نیست. روزی ما 2 روزی فراموش نشونده دارم این زمان یکم روزی که فراموش نشونده است همون روزی که من آمدم ماش بود گفتم چی احساسایی بود وقتی که سمالات پایان میشه در دوشنبه وقتی که تو میروی اروپا با همین موضوعی که من اروپا رفته بودم مثلا جدا ماجراهای سیاسی هم خیلی گپا بود دوباره اومدن من وطن ده ای بگیم که قریب کی شانسی 50 به 50 درجه نداشته با من اومده مثال به همین نگاه نکرده این برای من روزی فراموش نشونده بود.
با روزی فراموش نشونده ما روزی هست که روزی خوشبختی نیست، روزی یک چه بگم زیقی است. همون روزی که پدر من وفات کرد من نبودم در همین تاجیکستان، همون روزم در من فراموش نشونده. هر دفعه در یاد من میرسه که مثلا همون روز ساعتی چند زنگ زدن، چند گفتن، وقتی که تو در حکم کجای در اینجا یک حادثه میشوه و همین چیز میمونه در همون خاطره تو و این فراموش نشونده. در شما فکر نکنید که روز فراموش نشونده فقط روز تولد فرزند بوده میتونه، یا که روز تولد خودت یا روزی که تو عائله داشتی. در روزهای آدم همون روزی بدبختی هم یک روزی فراموش نشونده. درست میگم؟ این سوال شما ده همین جواب. شما چند ساله هستی با همین سوال؟ اگر کریم سوال داده اگر دخترتون در آینده خواهشی در دولت اروپا تحصیلشون رو دوام دادن کنند راضی میشوید؟ کریم ما خودم مانع نمیشم. ما خودم دختر ما قطعی بچه کلونیم با اروپا روان میکنم برای خوندن، در جواز زبانی آلمانیشون دوام میتین و برای پیشرفت یعنی علم و دانششون ما حتما روانشون میکنم که در همجا تحصیل کنند و خانه دار شوی نمیگریزن. خاصیت کدام دانشگاه رو ختم کرده ای؟ ما دانشگاه انداز و حقوق شناس ختم کردیم. سلام اپای خاصیت سوال از شوهرتون شته خوردگی هستید؟ دو میخواهید که فرزند هفتم رو تولد کنید؟ اگر یاشترک میبودید یا بس؟ انیسه خالو و سوال داده. ما نمیدونم، خیلی ممکن 10% هم خیلی شوهر باشه که شته نخورده باشه زناشون، برای که هر یک کار هست در زندگی همون رو تو یا که دیاشید برقصد میکنی میگو که چی با من نه چی با باید نمیگه من نمیرفتم و گفتی ای مثلا شما فکر کنید شما در 11 سال در مکتب خونده همه وقت یه جایی میرفته میومده شما شوهر میکنید شوهر میگه نره تموم بس شما دوگانه تا چه میگه من نمیومد شوهر نمیونه. یا خیلی آدم همین گپ در گفتن تا مثلا نه من میرم چه میشه عیب میشه میگم ممکن همین یا که یگان نمیدونم یگان توی نره یگان چی آدمو ما فکر میکنم که 90% اقلا با یگان سچاقچه شده خوردگی هم سچاقه یگان کوسه یگان چی پردگی هم سنی هوایی یکی از اون آدم ما هستم. برای ما شده یکو خیلی اودور خوردگی نیستم و یگان سچاق یگان نمیدونم یگان شده یک گپ کبودگی های نه یگان گپ شده نیست سچاق پردگی های مثل پوپشی نه خلاصه من خوردگیم تماشا بینم. هفتم فرزند من نمیخوام تولد کنم، شکر همیشه 6 فرزند کلان شوند بسه دولتی سرمون. سلام اپای خاصیت نام اساسی دختر کلانیتون چی ماشه گفته صدا میکنید؟ ماشه نام عروسی کو شاهزاده سوال داده. شاهزاده نام دختر کلانی ما نوبهاره برای که در کودکیش موهاش خیلی جنجیله بود ماشه میگفتن کودکای کوچه هم خیلی ماشه شد رفت. امیل روچکی رحمت برای تمانیات ازال تجی. السلام علیکم اپای عزیز، از شما احترام خواهش دارم شما چند ساله اید، از کجایید و حاضر در کجایید به چه کار بار مشغول هستید؟ من حاضر 39 ساله من زاده شهر دوشنبه ناحیه اسماعیلی سامانی. حاضر من در وای زندگی میکنم. اگر شما دارید پایانی کاروان در گراوزاوت گفتنی جو هسته همونجا ده و حتی شما میتونید در گوگل بزنید دم تجمما بنویسید میبروید. این زمان من فقط حوزه همه یوتیوب قطع سر کار دارم. این کار قطع ما سال 2016 دکبر سر کردگیم تا حال همین کار قطعیم. 2 سال اخیر من تماما همین کار گذاشتگیم. فرض بلو کدام خصلت آدمیزاد به شما بیشتر خوش می آید؟ من شما میگم من در یک خصلت آدمیزاد بیشتر خوش میاد که قهر و ناز نکنه. قهر ناز میکنه که آدم مده معقول نیست. کی بسیارتر قهر میکنه؟ بعضی دوستا دارم که قهر میکنن هم خیلی ناز یا که همین نمیدونم ده همین قهر میکنه که آدم مده معقول نیست. با چشم اشاره نمیکنیم با دست نشان نمیدیم. بله. انا که یک نفر دیگه گفته عشق گفتم سوال میتونم یا 120 کامنتار دیدم سوال نمیتونم. در حقیقت من 30 سوال را جواب میتونم گفتم با من خیلی گذشته رفته استم. نه 30 سوال نشده. سلام اپای خاصیت سوال به شما شوهرتون به شما خیانت کردن یا اینکه کنند بخشیدن میتونید؟ خیانت یعنی با یگان زنی بیگانه. 3 تا این سوال داده.
اکنون نمیدونم من نفهمیدم مثلا من بسیار میفهم که تلفن را گام میزنن شو قطعا کرد ها انا یگان قصد قطعی گفتی خدمت دیویژن میکنن من نمیدونم من نفهمیدم یا من نکفتم یا من نمیدونم ممکن کده باشه نه کده باشه نه که من با خبر نشیدم کدنج یا خدا فقط بدونه اگر خیانت کنه خیلی نمیدونم من نشیده ای کورولی چه من گفتم نه نمیکسم خیلی کده که خبین بعد دیگه پت با نکنه نمیکشم گفتی خیلی نمیدونم خاصیت سوال من همین که شما حقوق شناس هستید اگر که به شما یگان کس مراجعت کند یگان شونده حقوق او را حمایت کرده میتواند یا نه در آینده همین کس که حقوق شناسی را دوام دادنید برای حمایت کردن حقوق یک نفر دیگر از ادوکاتا باید امتحان سپارند بعد میتونن یگان کسی دیگر را حمایت کنند در جمهوری تاجیکستان برای ما هیچ کس حمایت کرده نمیتونم حقوق شناسی را ما از همکاری میکنم قطعی تشکیلات های غیر دولتی نمونه قطعی در ساحه همین حقوق شناسی گپ میزنیم نکی اولی داشته یگان کار نکردم ولی کار کردنی نیست سوالو از تاج ولاگ مام در زندگی دوست و دشمن را فرق کرده اید در زندگی دوست و ما قطعی دوستا از در همی جایم در همی ثبت همی نوار در زندگی دوست و دشمن هم فرق کرده گیم برای که او وقت شما دوست و دشمن فرق میکنه که وقتی که در اون پرابلم غوطه میزنه وقتی که شما زندگیتون 100% داره وقتی که شما اون چی کم بودی نداره شما فقط دوست دارین دوست دشمن عموما نداره و وقتی که میشه شما در اون پرابلم میغوتین یا که اون نمیدونم اون نو چی میشه نو اومدی کار میشه شما هم دوستاتون هم میخوای که فهمین یگان یاردم یگان کمک پرسن همون لحظه شما میفهمید که یا دوست نیستن یعنی که دشمن هم نیستن خیلی دوست نیستن ما فهمیدگیم این چی را بعد سال 2015 من همه دوستام هم خیلی سرتیراف کشم کردم و این زمان ما در اون ویدیو گفته بودم که من دوست ندارم من دوستی نزدیک ندارم با نگاه شما زن باید چگونه باشد صبر نسوم دو با نگاه من زن باید همون گونه باشه که اویلش ایوه قناعتمند باشه و دیگراش دخل نداره که چه باشه اویلش فرزند و شوهرش ایوه قناعتمند باشه یعنی که یگان گفتی روسا پریتنزیا نداشته باشه زنی بهترینه کدام کارتون به شما بسیارتر پسند می آید من نمیدونم یگان کار پسندیدن ندارم که و بسیار گم زدن میگه پسند من گفتم خیلی و یگان کار خشو ایودش نمیبرم که من بگم همین کار ما در پسند می آید این زمان یگان کارم باور کنید کدام مسئولیت بهترین و فایده آور رو در حیات شما دادم در حیات من یک نفر حقوقشناس بهترین جمهوری تاجیکستان با این حال با نظر و ماده مسئولیت دادگیه که سراستی من نشو ادمی در وی من موندگیه در خاطره من موندگیه که من باید سراستی من نشوم در انتخاب دوست در یگان و یک فکر به یگان فکر مثلا یا یگان قرار قبول کردن در زندگی آدم باید سراسیمه نشوه من همین مسئولیت ازی در معنی سر من جا گرفته سوال نوبتی شما یگان بدبینی داره نسبت دیگر بلاگر که یا دیگرتون هرچی میگین این زمان تماشابینا نفرایی که 20 подписчик 40 подписчик دارن زنکایی که ولوگ شده گیان ریسپتی و یا چون میگم ما بلوگریم همین فکر میکنن که بلوگریم من مثلا و یا نمیپذیرم هرچی همچون بلوگر برای که بلوگر باید ویدیوش با صفت باشه من خیلی شما رو گفتم بلوگر برای من رخشانه کانال تاجیکیلی نه برای که مهنت میکنن زحمت میکشه که ویدیوش بهترین باشه انا این زنکایی که نو بلوگ شده استیان کوکنیا شده استیان و فکر میکنن که وقتی ما کامنتاری می‌نویسیم که موسیقیت بلند ای آوازی تو دا میگیم نه موزیکاش ای آوازی گپش تا بلنده اینو میگن شما ما رو در جمعیت شرمنده کردی این گپ میتونستی در خودم بگوی مثلا در اوج مرا نگو نمیخواهند این نمود بلوگرها کریتیکا یعنی تنقید نمیپذیرن کسی که کریتیکا را نمیپذیره میگه ما در کوردور نشوی قطعی ما در ویدیوی ما گپ نزنی مقصد ما هم در شما کوردور نیستم من فکر میکنم که اینو
نمیدونم صمیمیت از طرف مردم پیدا نمیکنن برای که وقتی که ما را تنقید میکنن در ویدیو میگن اپا خصوصیت اینا خیلی نکنی نمیزه تو ما کامنترش میگیم یک گپ میگیم جوابش میدیم من بسیار هر چیزی که مینویسن من خطاگیمو میفهمم همراه من اصلاح میکنم مثلا که یگان چیز پیشروی شوه مثلا فکری تماشابین شخصا برای من خیلی مهمه مثلا تماشابین چی میگه تماشابین چی فکر داره چی را میخواد بینه چی به تماشابین من میگم بسیارتر پخت و پز نشان ده من وایرا میگم تماشابین من هیچ نمیتونم پخت و پز نشان داده برای که ما آشخانه من ایجا با دیگه جو گذراندگیم پورا ای تعمیر نبرومدگی وقتی که فکری تماشابین شما در اینترس نباشه و برای کی نباشه شما ویدیو میکنه که شما نمیخوای که شما را یگان چی گوان شما فقط اگر برای تعریف خوی خیلی 10 تا اکانت فیک خودتون در کامنتاری تعریف کنی و حاضره و همین یک روزه که بحث و مناظره گرفته همین بلاگر و ایسن و اوسن شده است یعنی که ما خیلی کردیم شما چی ای ما یاد گرفته نه این همه یک بحثی بیفایده وقت نشان میده که بهترینه مثلا تماشابین بها میده کارای شما را نه من مثلا نه دیگه کانال تماشابین در کامنتاری بها میده که چیزی شما خوب بود یا بزیب بود شما برای تماشابین کار میکنه برای در کار نیست گفتن که من تماشابینم در کانال شما دلیل با کانالی که من تماشا میکنم مثلا اولین درجه من تماشابینم من فکر من میگم برای میش فکری موازی این افراد آدم محکوم نیست تو نگو تو گپ نزن تو کی تو ماده میگوی و فکر نمیکنه که من تماشابینم من همچون تماشابین گفتستم فکر من که آواز شما نبرومده است در همین ولاگتون یا که همین موزیکای شما یک موزیکای رقصیه شما در باره وای قصه غمگین نقل داره و موزیکاتون موزیکایی که شه آمد و شه آمد برای می حاضره بلاگرای چی گفته نمیشود بلاگرای حاضره که در نخونه کن من او تمام یگون گپ نمیگم برای که ویا بعد سر میکنن که انا شما در مثال میارن مثلا نمیدونم حدیث میبرن در درون میدرورن و چیز خمیر به گفت خشون ای موی خمیر جدا کردنی میشنن نه که خشونا نگاه نمیکنن که چیکار کردستین این گونه بلاگرها فقط تعریف کردن در کار بیزه باموش تعریف کنه اینا روحیه‌شون بلند میشه و ای خرسان میشه و برای می یاد مهم نیست که تماشابین چی میگه فقط باید تعریف کنه با 2 سوال دیگه بعد تمام یگان چند سوال جواب دادم نمیدونم من که تمام شد مینوت چی با مینوت تمام شد 4 مینوت به 4 مینوت شد آخرین سوال دا جواب میتیم با تقدیر من 5 منت تلفن تمام شده بود آخرین سوال درباره خودتون معلومات چین ایول تو حاضر اگه ایول تو حاضر من معلومات چیم تماشابین او یک کتاب میشود کوتاه میگم من سال 1981 در شهر دوشنبه تولد شدگیم انیقترش در تولدخانه رقم 2 در تولدخانه با 4 فرزند ما در تولدخانه تولد شدگیم ده انا سال 1981 گفتم بعد مکتب خوندگیم من مکتبی رقم 11 شهر دوشنبه را خوندگیم بعد مکتب من رفتگیم یه مدت همون مکتب تمام نکرده در ساعتی کار کردگیم ساعتی که دیوموویچکا در پیش سپارتاک همون ساعتی که من یک 4 ماه همین کار کردگیم ده یک ماه اول کار کردگیم ده وقتی هم یا گلا اولیک میگیرم همونجا یک زنه که روز وای بود زاویه دوش بود اولیک گرفتیم ده اولیک گرفتیم گفتن اولیک یکم میشوین اکما دختر یوش خرسان خب چند قپوله بعد جنگو بود ده اولیک گرفتیم چقدر میشویم گفتم باید وایش اما شیفی همون صدیق ده عرق خریدن در کار گفت رفتم وای پولی همون صدیق یاد بطولکا عرق شید بردن در همون زاویه دوش دادن با همین دیل من ایکار خنک شید گفتم وا این اولیک همی باشه مرده این قدر گوده که نگاه کنی داره ما سپارتاک میبردیم همون وای ده همون صدیق ده گودکای افغانا می اومدن هم وقت افغان بزرگ نبود گودکا بسیار میادن بوتلی من گفته اما میبردم میونه یک ماهی از او یک شیشه عرق شد بعدی من بس گفتم صدیق ده من کار نمیکنم گفتم بعد همین مکتب با مرا اپام نولده همون یعنی که راه کشودک مرا گرفت بود اتفاق نویسندگان در اوجا ما یکون 3 ماه 4 ماه ماشین کار بدونه چوپک او هنی تق میزنی میره میزنه همون را کار کردم
یاد گرفتم. بعد یک دختره که نغز بود زلفیا وای کامپیوتر میدونست وای مودا کامپیوتر یاد داد قطع اپم با واسه ما اول گازت ادبیات و سند کار کردم. بعد وای اتفاق نویسندگان قبولگاه رفتم کار کردم یا چند سال. بعد وای یک آدمی که در زندگی من نقش مهم بازدگی یعنی که مکتبی همین چرا بگم چی میگن مکتبی که مکتب حیات ها طرز رفتار چه زن باید استوار باشه چه زن باید در همه حالت چه آدمی وای باشه ده همیره یک آدم در حیات من همین نقش بازدگی همون آدم مرا یاد دادگی وقتی که وای میبره و میبیه همون کارخونه اتفاق نویسندگان وای شاعره همین مثال معقول میشم من وای میگم مرا فراد میکنه میگم من خطر کارخونه خود میبرم میگه من ترا جای کار میتم اویلی که دلار قطع میتیم مثال پروژه بودن وقت سارس فوند بود تونسته میگم من برام در همونجا کار میگیرم تا تو اولی که زیادتر میگیری 4 مرتبه ایجا زیاد میگم مثلا چی کار تو ایجا روستا برای 30 مثلا راست خود میگم تا 120 میتم ماهش ده و من میخیزم میرم این نفر زلفی عطاییه اگر بشناسیه زلفی عطاییه این شاعره بوده در وزارت فرهنگ کار میکرد مرا گرفت بر ژورنال فیروزه در این ژورنال ما 12 سال کار کردم همه وقت دستگیری میکرد ما هم خیلی همه چی را میفهمون و در تمام زنها که زورده همه طرفه و در وقتی همه شوروی سوویت سیوز در دانشگاه مکسیم گورکی همین مسکو و نام به نام دانشگاه دیگه همجا را تمام کرده ده و یگون همه قوادم هم شاعرای زیاد میدیدیم مثلا یگون کارشون به عوض یگون چی میکردن و نه همه کارش هم خیلی حلال یگون کس متهم نبود مثلا یگون جو دعوت میکردن چه به سر بلند میرفت میان خیلی خلاصه همونجا من بسیار چیز همون مکتب زلفی عطایی یاد گرفتم. بعد اونجا ما کار کردیم در شعبه اودیت وزارت تندرستی دوستی من نفهمیده در شعبه اودیت کار کردیم نیدای فقطی در شعبه اودیت کار کردم. بعد وای ما اومدم جای کلیگ ادوکاتا پرس سنتر در ما گازیتا کشیدم در اونجا ما قریب 3 سال گازیتا خودمون نداشتیم راهنمای خانه بوده و سال 2015 من خیلی بحثا و یا پیدا شد نفهمی و ما دیگه کاری وای کردگی نیستم یگان کار دولتی کردگی نیستم تا حاضی ما یگان جدا کار نمیکنم نمیقدر افتا ما تمام دیگه هیچی نیست. در همه جا ویدیو روزه تمام میشه و سوالاتون بسیار بود. من خیلی سوالی که اول 30 سوال اول بود هم بود جواب کردندم. همه تون در رحمت که تماشا میکنه. بسیارتون میگه که رکلام بسیار بیزورشتیم آخر رکلام نباشه در این تایستان زندگی چقدر پیش میره ما شما رو دروغ رنگ دیگه دیوار نمیگیم که مثلا رکلام خودش برو ما مخصوص رکلام میمونیم که شما هوای تماشا کنه ما مثلا حوزی رکلام میگیریم یگون کانال توسعه میکنیم شما او را دستگیری کرده یعنی که ما را دستگیری کرده زندگی ما مثلا حوزی ای تماشای شما بسته و این پلوس برای ما که شما دستگیری میکنه رکلام را تماشا میکنه پادپیسات میکنه خلاصه همتون در خیر در اینجا وجه ما را گفتید بس برای که خلق من تو جدت کردسته وجه علاقه دیم رو ستوریس برآوردگیان شیر برآوردم برای من تو همتون در خیر تا ویدیوی آینده فکرتون در کامنتاری نویسید.